درباره شعار ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم، چند سوال، چند پرسش مطرح است. کسانی که با افتخار این شعار رو طرح میکنن قاعدتاً قائل به این هستند که از نژاد آریایی هستند و نیاکان اونها، اجداد اونها همگان از در واقع این نژاد و این قوم در واقع متولد شدن و نسل اندر پی نسل تا به او رسیده همه آریایی بودن. سوال این هست که این فرد چگونه به این باور قطعی رسید؟ بر اساس کدام آزمایش ژنتیک، بر اساس کدام تبارشناسی، در کدام آزمایشگاه این فرد رفت و بر او مسجل شد که او یک آریایی خالص هست؟ مثال میزنم، فرض بکنید تاجری از شمال افریقا با خانوادهش به ایران میاد در 500 سال پیش، 600 سال پیش، 1000 سال پیش به ایران میاد و در همینجا در ایران، در اصفهان، در بازار اصفهان میمانه و دیگه بر نمیگرده به شمال افریقا، بر نمیگرده به سرزمین خودش و در همین اصفهان میمانه، در همین شیراز میمانه. 500 سال، 600 سال هم میگذره و از فرزندان او امروز کسی با افتخار میگوید ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. اصلا فرض بفرمایید این تاجر یک تاجر عرب بوده باشه، تاجری بوده باشه که از شبه جزیره عربستان، از یمن، از سرزمینی که امروز عرب‌های عزیز زندگی میکنن، این تاجر بزرگوار آمده باشه داخل ایران و حالا از فرزندان عزیز و بزرگوار او امروز یک فردی است که قطعاً ایرانیه، قطعاً به تاریخ و فرهنگ و هنر این سرزمین افتخار میکنه، اما خب نژاد او و تبار او که قاعدتاً آریایی نیست. پس پرسش اول اینه، کسی که با افتخار فریاد میکنه که من آریایی هستم و عرب نمیپرستم، این آریایی بودنش رو از کجا به این اطمینان رسیده؟ من خواهش میکنم بدون تعصب و بدون در واقع خشم و بدون آن که ما بلافاصله جبهه بگیریم به این فکر کنیم که به هر حال از کجا این اطمینان برای ما حاصل هست که ما یک نژاد خالص آریایی هستیم، یک نژاد خالص ژرمن هستیم، یک نژاد خالص عرب هستیم. این اطمینان میدونید که امروز در بسیاری از آزمایش‌های علمی افرادی رو میبرن، مینشانن، اونها با اطمینان میگویند که ما نروژی هستیم، با اطمینان میگویند ما ژرمن هستیم، با اطمینان میگویند ما فرانسوی اصیل هستیم. بعد میروند در مسیر آزمایش و متوجه میشن که نه، اجداد اونها اصلا از جای دیگه آمدن، او یک فرانسوی خالص نیست، او یک ژرمن خالص نیست و به همین ترتیب. پس سوال اول این هست که وقتی این شعار رو میدیم از کجا میدونیم که ما آریایی هستیم و آریایی خالص هستیم؟ نکته دوم و سوال دوم، مگر سرزمینی که امروز به عنوان ایران ما این سرزمین رو میشناسیم صرفاً متعلق به آریایی هاست؟ مگر این سرزمین رو آریایی ها فقط درست کردن و بنیان گذاشتن؟ حتما میدانید و حتما در تاریخ دیدید از چند هزار سال قبل از ورود آریایی ها این سرزمین وجود داشته، درش تمدن بوده، اقوامی درش زندگی میکردن، اقوام بیابانگرد بی تمدنی هم نبودن، اقوام متمدن بودن. چند هزار سال قبل، حدود 5000 سال قبل، ما شهر سوخته زابل رو داریم که یک شهر پیشرفته متمدن هست. کرمانشاه، اون چه که امروز به عنوان کرمانشاه میشناسیم، از چند هزار سال قبل از ورود آریایی ها تمدن درش وجود داشته. اون چه که امروز به عنوان مازندران و گیلان و گلستان و به عنوان اون طبرستان قدیم، دیلمان، طبرستان، گیلان در قدیم میشناسیم، از قبل از ورود آریایی ها اینجا تمدن وجود داشته. اینجا مردمی زندگی میکردن که صنعتگر بودن، که درشون به تعبیر امروزی ما مهندس درش زندگی میکرد، پزشک درشون وجود داشت، مهندسی پزشکی وجود داشت. در آثار باقی مانده در شهر سوخته ما ابزار پزشکی پیشرفته میبینیم و در جای جای این سرزمینی که امروز به عنوان ایران هست، بخشش هم متاسفانه طی سالها از ما جدا شد، در این سرزمین قبل از آریایی ها و بعد از ورود آریایی ها اقوام دیگه هم زندگی میکردن. بنابراین
ایران مساوی با قوم آریایی نیست. ایران از چند هزار سال قبل از ورود آریایی ها تمدن‌هایی درش وجود داشت، مهندسی درش بود، پزشکی درش بود، معماری درش بود، فنون اداره شهر درش وجود داشت. بعضی از این شهرها در همان زمان چند صد هزار نفر داخل یک شهر زندگی می‌کردن. این معناش اینه که مدیریت شهری داشت، معناش اینه که سیستم انتقال آب داشت، کما اینکه آثارش هنوز باقی مانده. بسیار از اون چیزی که امروز از ابنیه و مهندسی و افتخارات تمدنی ایران امروز ما بهش افتخار میکنیم مال قبل از آریایی هاست. اون چیزی که به عنوان هنر، اون چیزی که به عنوان سفالسازی، چیزهای دیگری که وجود داشت و آثارش هم امروز باقیه. نکته دوم پس اینه، ایران مگر مساوی است با آریایی از دیرباز و از تاریخ تمدن؟ البته که بخشی از تاریخ این سرزمین متعلق با آریایی هاست و البته در واقع بخشی از فرهنگ و تمدن و تاریخ این سرزمین رو هم آریایی ها ساختند. اما نکته این هست که فقط و صرفاً آریایی ها در این سرزمین نبودند و این سرزمین صرفاً متعلق با آریایی ها نبود. نکته سوم درباره ایران امروز، چون این کسی که امروز شعار میده ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، درباره ایران امروز، مگر ایران امروز فقط آریایی ها هستند؟ مگر ما هموطنان عزیز و بزرگوار عرب نداریم؟ مگر ما هموطنان عزیز و بزرگوار ترکمن نداریم؟ مگر ما هموطنان عزیز و بزرگوار ترک زبان نداریم؟ مگر تمام این گستره جغرافیای ایران، مگر همه مدعین هستن که ما آریایی هستیم؟ همین امروز ایران یک تنوع قومی، یک تنوع فرهنگی، یک تنوع در واقع نژادی وجود داره در این سرزمین. همین سرزمینی که امروز ما همه بهش افتخار میکنیم و سرزمین ماست و کشور ماست و هر کسی در هر جایی از دنیا به کشورش علاقه داره، به سرزمینش علاقه داره، مگر صرفاً شما فرض بفرمایید تبارشناسی هم اتفاق افتاد و عده‌ای از عزیزان و بزرگواران، عزیزان دوست داشتنی هموطن عزیز ما، عده‌ای هم آریایی بودن، اما معناش این هست که تمام گستره جغرافیای ایران همه آریایی هستن؟ خب اگر اصراری به این موضوع بکنید، سایر اقوام پس چه معنایی خواهند داشت در این سرزمین؟ ترک زبانهای عزیز، ترکمنهای عزیز، عربهای عزیز و اقوام دیگر که ضمن اینکه افتخار میکنن ایرانی هستن، اما بحثشون این نیست که ما آریایی هستیم. ایران از دیرباز، عزیزان من، دوستان خوب من، ایران از دیرباز سرزمین تنوع فرهنگی بوده، تنوع نژادی بوده و اصلا جزو نقاط و نکات بشکوه تاریخ سرزمین ماست که ما این سرزمینی هستیم، یک ملتی هستیم که در عین تنوع قومی و فرهنگی و نژادی در کنار هم هستیم و بر یک مفهوم به نام ایران با هم اتفاق نظر داریم. حالا امروز ایران در یک دوره نام دیگری، در یک دوره، ولی یک مفهومی به نام وطن که بالاخره اقوام کنار هم بودن، کنار هم زندگی کردن، ولی خب اقوام مختلف بودن. حالا در آن زمانی که ایران سرزمین بزرگتری بود و پادشاهی گسترده تری بود که تنوع قومی بسیار بیشتری داشت این سرزمین، ما در یک دوره نیروهای نظامی ارتش ایران بخششون ازبک بودن، از ازبک ها بودن و اینها جزء سپاهیان ایران بودن، جزء سربازان ایران بودن و از دوران هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، همین سلسله هایی که او کسی که میگه ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، به اون سلسله ها افتخار میکنه، اما دقت نمیکنه که ارتش اون سلسله ها یعنی هخامنشیان، اشکانیان، همه که فقط فارس زبان نبودن، همه که متعلق مثلا به حکمتانه و پاسارگاد نبودن، یک سرزمین بزرگ بود و پر از اقوام مختلف که همه ذیل اون پرچم در واقع سرزمین ایران زندگی میکردن، کار میکردن، مبارزه میکردن، میجنگیدن و دوست خوب من در همین 8 سال دفاع مقدس در برابر رژیم متجاوز بعثی عراق، ما عرب زبانهای عزیز ما با اینکه همزبان او کشور بودن، اما عرب زبانهای ما آمدن در دفاع از ایران خون دادن و به شهادت رسیدن. یعنی اون طرف مقابلش، اون سرباز بعثی عرب بوده، همزبانش بوده،
اما او به خاطر ایران و به خاطر مفهوم متعالی این سرزمین و به خاطر کشورش، به خاطر ناموسش رفت و جلوی کسی که قاعدتا همزبانش بود ایستاد. چرا؟ چون خودشو ایرانی میدانست. چقدر ما شهدای عزیز ترک رو اهدا کردیم به این سرزمین، چقدر ترک زبانهایی که از وقتی دنیا آمد ترکی صحبت کرد، وقتی رفت جبهه هم ترکی صحبت میکرد، وقتی به شهادت رسید هم ترکی صحبت میکرد، نمیتونست دو تا کلمه فارسی سخن بگه، اما غیرت دفاع از کشورش رو داشت، رفت دفاع کرد از کشورش، چون ایران رو و این سرزمین رو و ناموسش رو دوست میداشت. عزیز من دقت کنید، ما کلی شهید دادیم که فارس زبان نبود، اصلا نمیتونست فارسی حرف بزنه. نمیگفتم من آریاییم، اما رفت از سرزمینش دفاع کرد. پس بنابراین ایران مساوی مطلق آریایی نه امروز هست، نه دیروز بود، نه 1000 سال پیش، نه 2000 سال پیش. هیچ وقت مساوی قوم نبود. ایران تنوع داشت، تنوع قومی داشت. نکته بعدی، شما فرض بفرمایید اثبات شد یک کسی ژرمن هست، اثبات شد یک کسی آریایی هست، اثبات شد یک کسی عرب خالص هست. صرف عرب خالص بودن، صرف ژرمن خالص بودن، صرف آریایی خالص بودن فضیلتیه؟ دنیای امروز دنیایی که ما کلی اندیشمند ترک داریم، کلی اندیشمند عرب داریم، کلی انسان آزادیخواه افغان داریم، کلی انسان آزادیخواه شرق دور فرض بفرمایید کره‌ای و ژاپنی و چینی داریم، کلی آدمای خوب تو آفریقا هستن، کلی آدمای خوب در اروپا هستن، کلی آدمای بدم باز همین جاها هستن. آیا صرف داشتن یک نژاد معناش اینه که ما آدم خوبی هستیم؟ ما برتریم؟ اینا فکر نمی کنید مال یک دوره‌های عصر جاهلیت و مال دورانی است که مال امروز نیست؟ امروز ارزش‌های انسانی مهمه. بله ما حتما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، سرزمینمون رو دوست داریم، ولی معناش این نیست که در جهانی که مناسبات امروز مناسبات انسانیه و انسانه و گوهر انسانه که ارزشمنده، ما بیایم بگیم ما بله چون نژاد فلان هستیم پس ما آدمای برتری هستیم. این حرفای دنیای امروز نیست. ضمن این که تکرار میکنم ایران عزیز ایران متنوعیه. و حرف آخر، من خواهش میکنم بعضی از دوستان که میدونم برخی تعصبات رو دارن به این حرف من در خلوت بدون تعصب فکر کنن. فرض بفرمایید این فرض دیگه بشه در خلوت خودتون بهش فکر کنید که شما سالهای سال تکرار کردید که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، عرب چه. خب سالها فرمودید، طی یک فرایندی رفتید و آزمایش دادید و آزمایش ژنتیک دادید و آزمایش تبارشناسی دادید و با داده‌های قوی علمی اثبات شد تمام نیاکان شما چه پدری چه مادری از هر دو طرف عرب خالص هستن. بهش فکر کنید. یا برعکس عربی اصرار بکنه من عرب خالصم و من عجم‌ها و ایرانی‌ها رو اصلا به رسمیت نمیشناسم، کما اینکه در تاریخ بوده که بعد از رحلت پیامبر بعضی از عرب‌ها با دوری از آموزه‌های اسلام دوباره رفتن سراغ این که بله ما چون عربیم برتریم، عجم‌ها پایین‌تر از ما هستن، چه هستن. فرض بفرمایید این عرب رفت آزمایش ژنتیک داد، متوجه شد که اصلا عرب نیست. فرض بفرمایید نژادش مال تبت، مال سرزمین دیگه است. به همین راحتی تعصبی که اونقدر تو رو درگیر خودش کرد، ناگهان میبینی که اصلا مال اون نژاد نیستی که نمیدونی تعصبشو میورزی. دوست خوب من، نمیدونم واکنشت نسبت به حرفای من چیه. خوشحال میشم اگر کامنت بذاری، خوشحال میشم پیام بذاری، خوشحال میشم مشارکت کنی در این بحث و با افتخار لحظه شماری میکنم برای پیام‌های زیبای شما. اما همه حرف من این هست که من نمیخوام هیچ نژادی رو تخطئه کنم، چون میدونم بعضیا بلافاصله میگن آریایی نیستی، افتخار نمیکنیم به قومت، به نژادت. اصلا بحث ها اینها نیست. خواهش میکنم سطح بحث ها رو تنزل ندیم. بحث من این هست که اولا یک ایران سرزمینی است با تنوع قومی، فرهنگی و نژادی که همه عزیزن و در طول تاریخ هم همین بوده. و نکته دوم،
اصلا اساسا نژاد محل مباهات و افتخار نیست. اون انسانیتی که موجب مباهات و افتخاره. من خواهش میکنم من رو دنبال کنید و به دوستانتونم معرفی کنید و پیام بذارید. خوشحال میشم که بتونم گفتگوهای بیشتری با شما داشته باشم. موفق باشید.